شب پیش خدا بگریستم زار. شب پیش خدا بگریستم زار. مسلمانان چرا خارند و زارند؟ چرا؟ ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و محبوب ندارند. پروردگار فرمان می‌دهد که این بنده را برید به آتش جهنم، به دوزخ پرتایید. وقتی ملائکه ها میبرند این انسان را، گشته به پشت نگاه میکند، باز گشته نگاه میکند، برده ایستادن باز نگاه میکند. پروردگار میگوید ایستید، او را دوباره به نزد من آرید. چرا این قدر نگاه میکنی؟ چرا؟ بنده میگوید که من این گونه فکر نداشتم. پس چگونه فکر داشتی؟ من فکر داشتم که مرا میبخشه. من فکر داشتم که مرا میبخشی پروردگار. پروردگار میگوید گذر، بخشیدم. پس چرا او را دوست ندارم؟ پس چرا او را دوست نداریم؟ چرا؟ اصلا ما همه میگوییم، چون گفتیم دلی داریم اما محبوب نداریم. خداگو زیاد است اما کم نفران تکیه دارند. و همین برای مثال محبت پروردگار را باید از خردی در دل فرزندها جای بکنیم. دلیل هستند بعداً پدر و مادرانی که برای کار به روسیه می روند، بعد فرزندانشان را نزد کسی می گذارند، خویش و تبارشان یا آدمی نزدیکشان. چند سال در روسیه هستند. اگر ببینید که هر ماه مبلغ روان میکنند برای فرزندشان، در زندگی ما بسیار است. هر ماه اگر همان نفری که در خانه است، نمیدونم چی برای برادرش است، چی برای خواهرش است، آدمی که فرزندش در دستش است، اگر همان انسان هر باری که برای فرزندش خرید میکند، برای فرزند آنهایی که در روسیه است، اگر گوید که پدر یا مادرت پول روان کرد، دائما گوید او آهسته آهسته محبت پیدا میکند. محبت پیدا میکند. 1 سال و 2 سال الکی آموخت میشد، میداند که پدر مادرش پول روان میکند و هر چیزی که آرزوش هست عملی میشود. غایبانه از دور محبت دارد. اگر او نگوید، اگر او از خودش خرید کردن گیرد، آهسته آهسته محبت اون پدر مادر از نظرش دور می شود. و دومش این که آیا این خیانت نمی شود؟ اگر که پول را نگفته خرید کند، همین گویا که از خودش هست، آیا خیانت نمی شود؟ پس در خانه ما باید چنین باشیم، محبت پروردگار را از خرد ایجا کنیم. چگونه شما پی بردید؟ چگونه شما پی بردید؟ هر ناز و نعمت و هر کاری ما، هر برد و باخی ما، همش از جانب پروردگار است. با این خاطر از ما گفتن بود و ما گفتیم. چون نفری نیست که گوید که من خدا را دوست نمیدارم. همه هستیم، همه میگویم دوست میداریم، همه محبت دارد. اما در آخر باز همان پارچه شعری را میگویم: شب پیش خدا بگریستم زار. مسلمانان چرا خارند و زارند؟ ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و محبوب ندارند. خداحافظ.